بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان عزیز ارجمند، بیایید در این درس یا در این دیدار، در این ملاقات با حقوق فرزندان بر ذمه والدین آشنا شویم. بله، جای تعجب نیست، فرزندان نیز بالای والدین حقوقی دارند. آنگونه که پدر و مادر بالای فرزندها حق دارند، بلکه حقهای گوناگون دارند، فرزندان نیز بالای من و شما والدین حقوقی دارند. البته منظور آن حقوق و آن امتیازهایی که امروز در عالم رایج است، خاصتا در عالم غرب، که به کودکان و طفلان میدهند و باعث فساد گشتن اخلاق و افکار آنها میگردد، البته آن حقوق نه، بلکه حقوقی که شریعت اسلام برای فرزندان مقرر نموده و والدین را عهدهدار نموده که آن حقوق را ادا کنند تا فرزندان به صلاح و تقوا و به اخلاق نکو به وای رسند. نخست باید هر پدر و مادر داند که فرزند این نعمت بزرگ خداوند و عطا و بخشش و تحفه الهی است. خداوند در سوره شورا می‌فرماید: لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. ملک آسمان ها و زمین، فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداوند است. هر چی که بخواهد می آفرد. یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا، هر کی خواهد فرزند دختر می بخشد. خداوند در این مورد که نعمت فرزند را بیان کرده ایستاده است و دختر آغاز کرده. کسانی که دختر دارند و کسانی که گاه از دختر یافتن ناراحت می شوند، خداوند اینجا از دختر آغاز کرده بیان نعمتش را. یهب لمن یشاء اناثا، به هر کی خواهد فرزند دختر میدهد، و یهب لمن یشاء الذکور، به هر کی خواهد فرزند پسر میبخشد. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا به هر کی خواهد هم فرزند پسر و هم فرزند دختر میبخشد. و هر کی را خواهد نازا میگرداند. انه علیم قدیر، همان او تعالی دانا و تواناست. به حکمت هر گونه که خواهد می آفرد و به حکمت هر گونه که خواهد روزیش را، نعمتهایش را تقسیم می کند. شریعت اسلامی دوستان عزیز برای فرزندان بر عهده من و شما والدین حقوق مقرر نموده است. البته هر نعمت مسئولیت دارد، هر نعمت البته شکر دارد. شکر این نعمت این است که آن را آنگونه که خالق توانا دستور داده، آنگونه که خالق توانا هدایت نموده، راهنمایی نموده، به آن شکل باید تربیت کرد. یعنی حقوق فرزند را باید ادا کرد، حقوق شرعی او که شریعت آن را برایش بخشیده. پس بیایید با حقوق فرزندان آشنا شویم. دوستان عزیز، والدین گرامی، تا این مسئولیت بزرگ را بهتر احساس نماییم و این نعمت بزرگ الهی را به شکرش قائم گردیم. نخستین حق فرزند بر ذمه والدین این است که همچون مرد باید برای فرزندش همسر صالحه انتخاب کند و خواهر نیز این چنین میباید برای فرزند آیندهش پدری خوبی صالح را انتخاب کند. یعنی شریعت اسلامی بر ذمه والدین، یعنی والدین آینده، البته حقوق فرزندان را از زمان واجب گردانیده که رعایت کنند که حالا فرزند ارزی هستی ندارد. پیش از آمدن فرزند، به عباره دیگر، پیش از آمدن فرزند بالای ما حقوق دارد. اگر مرد است باید برای فرزند آیندهش مادری صالحه انتخاب کند و اگر خواهر است برای فرزند آیندهش میباید مرد صالح را همچون شوهر انتخاب کند تا فرزند به صلاح و تقوا به وای رسد. این حق در حدیث شریف آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن حدیث که بیان نمودند که زن را به یک چند خاطر، به یک چند اعتبار یعنی مرد رغبت میکند، یکی از آنها صفت دینداری است. و اون صحابه گفتن فظفر بذات الدین تریبت یدک، به دختر دیندار خاندار شو برکت خواهی یافت. یعنی همه صفت ها در مقابل صفت دینداری هیچ است. باید دینداری اساسی انتخاب جوان پسر یا انتخاب جوان دختر باشد. مادام صلاح و دینداری هست، زندگی نیک، زندگی پایدار
زندگی است، با سعادت بنیاد کردن امکان دارد. اما هر چیزی دیگر باشد و دینداری نباشد، آن زندگی عاقبتی ندارد. اگر برپا هم شود پایه‌اش خیلی ضعیف است، ادامه نمی‌یابد. البته که شیطان در آن روزگار حصه خود را دارد و سعادت از آن خانه رخت می‌بندد. معیار اساسی جوان پسر در انتخاب همسر باید دینداری و صلاح دختر باشد. این چنین معیار اساسی دختر در انتخاب شوهر آیندهش میباید دینداری و تقوای او باشد. یعنی خواهری که خواستگاری می شود، نخستین سوالش باید از دینداری آن جوان پسر باشد، از جوان پسری که او را خواستگاری کرده. پیش از اینکه پرسد او کجا کار میکنه، درآمدش چقدر است، آیا خانه دارد ندارد، آیا ماشین دارد یا ندارد، نه، این سوالهایی در این لحظه بی‌مورد است. اصلا باید بپرسد که این پسر آیا 5 وقت نمازش را در وقتش میگذارد، مناسبتش با خالقش چگونه است، دینداریش، پایبندیش در دین، در احکام شریعت چگونه است. چون که آنچه که به انسان سعادت می‌آورد، به زن خوشبختی می‌آورد، دینداری و صلاح شوهرش است، نه ماشین او، نه منصبی بالای او. این چون این جوان پسر وقتا می‌خواهد هم برای خود همسر انتخاب کند، برای فرزندان آینده خود مادر انتخاب کند، اولین سوالش باید این باشد که این خواهر آیا حجابش کامل است، نمازش کامل است، پیش از این که از دیگر چیزها، از دیگر صفتهای دختر بپرسد. پس این حق فرزندان آینده آنهاست، حق فرزندان آینده آنهاست که مرد باید برای فرزندان آیندهش مادری خوب انتخاب کند و مادر میباید برای فرزندان آیندهش پدری خوب انتخاب کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن حدیثی که آن را امام ترمذی روایت کردند، به خواهران و مسئولانی که از خواهران مسئولند، پدران و اکه ها و باباها و هر کسی که مسئولیت خواهر دستی اوست، خطاب کرده فرمودن اذا جاءكم من ترضون دینه و خلقه فانکحوه، در روایت فزوجوه، آنگاه که نزد شما کسی به خواستگاری خواهرتان دخترتان آید، ترضون دینه و خلقه، از دینداری و اخلاق او راضی هستید، فزوجوه، فانکحوه، او را یعنی خاندار کنید. دین و اخلاق مهمترین عنصر است که باید به نظر گرفته شود و این یکمین نخستین حق فرزند است که پیش از به دنیا آمدن باید رعایت کرده شود. حق دیگری فرزند که بر ذمه والدین است، انتخاب نام خوب است. دوستان عزیز، نباید والدین وقتا خداوند به آنها نعمت فرزند عطا می کند نامهای مثل جنگی و تیشه و تبر و این چیزها ماند. نام نیک باید گذارد، نامی که در لفظ هم زیباست و معنای آن نیز افاده خوب دارد را باید انتخاب کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند احب الاسماء الى الله تعالی عبدالله و عبدالرحمن، محبوب ترین نام ها نزد خداوند عبدالله و عبدالرحمن است، چون که عبودیت بنده را افاده می کند. بنده هر بار که به گوشش می رسد بنده بودن خود را احساس می کند و این گونه نام هایی که همین مفهوم را داشته باشند و یا نام های نکوکاران، پیامبران، صالحان، به امیدی که فرزند برای آنها رود مثل آنها صالح و نکوکار و در راه دین و تقوا نامدار شود. این گونه نام ها را باید انتخاب کرد. در حدیث دیگری که آن را امام ابو داود و دارمی و امام احمد حنبل نیز روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند انکم تدعون یوم القیامة باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، شما روز آخرت به نام خود و نام پدرانتون صدا کرده میشوید، فریاد کرده میشوید فلانی پسری فلانی، بنابراین فاحسنوا اسماءکم، نامهای زیبا گذارید تا از شنیدن آن نام خود خجالت نکشید. حق دیگر فرزند بر ذمه والدین این عقیقه است. دوستان عزیز، عقیقه این از فرهنگ بیگانه نیست، بلکه از صمیم شریعت، از آداب و از مستحبات شریعت محمد صلی الله علیه و سلم برای همه مسلمان هاست. دوستان عزیز، عقیقه یعنی چاره‌ای که به حیث شکر نعمت فرزند و به حیث حمایه فرزند از وسوسه شیطان ذبح کرده می شود. چه گاو باشد، چه گوسفند باشد یا شتر باشد، هر چی که در قربانی جایز است و آن شروطی که در قربانی هست، باید پایش شکسته نباشد، باید کر نباشد، از حد زیاد لاغر نباشد، آن شرط ها در عقیقه باید رعایت کرده شود. یعنی آن چی که در قربانی جایز است
در عقیقه جایز است. آنچه که قربانی کرده نمی شود، چارهایی که برای قربانی جایز نمی شود، برای عقیقه نیز جایز نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الغلام مرتهن بعقیقته تذبح عنه یوم السابع و یسمى و یحلق رأسه. فرزند در رهن عقیقه اش است. روز هفتم باید ذبح شود و آن روز باید نامگذاری شود و موی سرش را گرفته شود. شریعت اسلامی تمام جنبه حیات ما را به تنظیم درآورده، آداب و اخلاق و احکام آن را بیان نموده است. حتی برای فرزند، برای نوزاد چی کنیم، آداب و اخلاقش مقرر شده است. مهم این عقیقه به صلاح فرزند در آینده مساعدت میکند. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند مرتهن بعقیقته، در گروی عقیقهش است. در تفسیر این علما شرح‌های گوناگون دارن. یکی از شرح‌های آن این است که یعنی وسوسه شیطان از او دور می شود، از گرو یعنی آزاد می شود. معنای دومی در گروی عقیقه بودن این است که امام احمد حنبل گفتند یعنی اگر عقیقه شود پدر و مادرش را شفاعت می کند اگر در خردی وفات کند، و اگر عقیقه نشده باشد شفاعت نمی کند. یعنی تا این حد اهمیت دارد. حتی امام احمد حنبل می گفتند باید قرض کرده عقیقه را باید اجرا کنند. به هر صورت عقیقه یکی از حق‌های فرزند بالای پدر و مادر است. یا در 7 روزگی، اگر در 7 روزگی نتوانند در 14 روزگی کودک، و اگر در 14 روزگی میسر نگردد در روز 21 طفل، و اگر در 21 نتوانند دیگر هر روز دیگر برابر است کدام وقتی خواهند عقیقه میکنند. حتی بعضی فقها گفتند حتی کودک بعدی به بلاغت رسیدن نیز اگر عقیقه نشده باشد باید عقیقه کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث ابو داود فرمودند عن الغلام شاتان متکافئتان و عن الجاریه شات. اگر فرزند پسر است 2 گوسفندی به هم مانند به هم برابر باید عقیقه شود، ذبح شود، و اگر طفل دختر باشد 1 گوسفند. البته شخصی که امکانیت دارد و اگر امکان نباشد از پسر 1 گوسفند از اصل سنت اجرا می شود. حق دیگری فرزندان که البته این حق معروف است و بیشتر والدین به این حق اکتفا میکنن، اقتصار میکنن، تأمین نمودن فرزند به غذا و لباس و هر چی که نیاز دارد از نیازهای مادی. بله اکثر والدین در این حق خیلی فعالن و قائم هستند و اجرا میکنن، اما باید دانیم که این یکی از حقوق فرزندان است. در پهلوی به نفقه و غذا و طعام و لباس و اشیای تحصیل و مکتبی و دیگر چیزها تأمین نمودن فرزند، این چنین به ایمان و اخلاق و تقوا، به عقیده درست، به فهم سالم و به تعلیم قرآن نیز تأمین نمودن فرزند از حقوق است. نباید به حقوقی که متعلق به بدن فرزند، به جسم فرزند، یعنی به حقوق مادی نباید اکتفا کرد، بلکه فرزند حقوق معنوی نیز دارد که به اون میباید ایمان آموخت، به اون میباید از آخرت گفت، به اون میباید از سوره های قرآن حفظ کنند، به اون میباید دینش را تعلیم داد. تنها به غذا و به لباس تأمین نمودن فرزند و فراموش کردن حقوق معنوی او، به اخلاق ایمان، به آشنا نمودن او به دین و به قرآن و به پیامبر صلی الله علیه و سلم و به خدا، این چیزها را مهمل گذاشتن ضایع نمودن فرزند است. آنگونه که پدر و مادر اگر فرزندش را طعام ندهد، لباس نخرد، چقدر مذمت می شود از طرف جامعه. این چونین اگر به فرزند تعلیم دین نکند، به او قرآن نآموزد، به او ارکان ایمان و ارکان اسلام یاد ندهد، کارش این گونه کاری مذموم است. اگر چند جامعه به چنین پدر و مادر مذمتی نکند، شرعاً این کار او خیلی مذموم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کفى بالمرء اثما ان یضیع ما یعول. همین گناه بس است برای شخص که کسانی که در اختیار او هستند، زیر دستی او هستند، آنها را ضایع کند. فرزندان و خاندان، یعنی ضایع نمودن از این بیشتر نمی شود که انسان، یعنی مرد، به لباس و طعام فرزندش را تأمین کند، اما به ایمان و قرآن، به دین و به معنویات او دقت نکند. این ضایع نمودن است. جانب معنوی فرزند جانب مهمتر شخصیت اوست. یعنی اگر ما خواهیم فرزند صالح و نکونام به وای رسانیم، می باید به جانب معنوی او بیشتر از جانب مادی دقت کنیم. علی الاقل برابر باید دقت کرد. آنگونه که شکمی گرسنه فرزند ما را ناراحت میکند، باید ضعف ایمان او، باید نقصان در دینداری او ما را نیز ناراحت کند. بنابراین میباید جانب معنوی فرزند را نیز دقت کرد
و نباید به ضایع نمودن راه داد. خداوند عزوجل در سوره طه فرموده و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، و خاندانت را به نماز دستور ده، فرمان ده، واصطبر علیها، و در این راه شکیبا باش، صبر کن. یعنی در راه طاعت، در راه انجام فرایض الهی. تنها خودت نه، پدری که خودش نماز میخواند اما فرزندش را امر به نماز نمیکند، این کوتاهی در تربیت است. و امر اهلک بالصلاة، گفته قرآن عظیم شان، فرزندانت را، خاندانت را به نماز خواندن امر کن، دستور ده. واصطبر علیها، در این راه صبر کن. راهی است که البته صبر میخواهد، با یک روز دو روز نه، با روزهای طولانی، با صبر و با زحمت طولانی به نماز و به طاعت ها عادت میکنند و این مسئولیت پدر است. باید در این راه در تربیت فرزندان یعنی صبور باشد و آنها را به فرایض الهی قائم گرداند. این بود دوستان عزیز بعض دستورات شرعی و بعض فرموده های قرآنی در مورد تربیت فرزند یا حقوق فرزندها بر ذمه والدین. به امید صلاح و نکوکاری فرزندان در حفظ و امان خداوند باشید.